سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالت همتون خوب باشه. در روز عالی رو شروع کرده باشید. بچه‌ها ساعت ساعت 3 ظهر و اولین ویدیوی من، یعنی امروز اول آپدیت 50م فری فایر هست و امروز روز ویدیو معرفی منه داخل کانال یوتیوب. بچه‌ها من شادو هستم و اسم واقعیم صادقه و حالا اسممو گذاشتم شادو و اصلا مهم نیست. خب همینجوری گذاشتم شادو. نه اکانت خودمه و آره دیگه بچه قراره کلی ویدیو بذارم و لذتشو ببریم. از ویدیو آموزشی، خبر، بررسی و تغییراتی که قراره اعمال بشه روی بازی گرفته تا خرج جیم که خیلی امکانش کمه، ولی خب بازم من سعیم میکنم تا میتونم خرج کنم. بچه‌ها امروز من میخواستم حالا فقط ویدیو معرفی باشه و گفتم آقا تغییراتی که داخل آپدیت اعمال شده و چیزهایی که توی آپدیت اومده بررسی کنیم. خب بچه امروز ایونت ناروتو چپتر دوم، یعنی موقعیت دومش اومده و بچه شخصیت های منفی که تو انیمه ناروتو بودن اومده. گرچه همه این شخصیت های منفی در آخر فیلم، یعنی آخرش قبل از اینکه بمیرن همه مثبت شدن، ولی خب باز منفی بودن. بچه اگه بخوام از تغییرات آپدیت شروع کنم، از قسمت ایونت اینجا یه کاراکتر جدید به نام رین اومده که قدرتش اینه که وقتی شما با یکی شلیک میکنید 3 تا دونه تیغه بهش پرتاب میشه، همچین چیزیه و یه پروفایل داره و اگه 15 بار رنگ بزنید بهتون کل شخصیتشو میده و پروفایل خیلی خوشگلی هم داره آقا. و بله و مأموریتاش هم خیلی سادن. یک بار وارد بازی بشید، 3 تا رنگ بزنید، 7 تا رنگ، در کل 15 بار رنگ برید. یه بار هم وقتی که داخل یک مچ مثلا کلش اسکرید میرسید به یه جایی که تو آسمون ماه قرمزه، اونجا هم اگه یک بار وین کنید بهتون این پیستول مسخره رو با در روز میده و اینم 5000 دمیج و یخ وارد کنید این پروفایل رو بهتون بده. و سایر تغییرات آپدیت هم که قبل از آپدیت معلوم بود که مثل تغییراتی از گانا و اینا. این مپو میگم بچه‌ها که اینجوری میشه، قرمز میشه. بچه‌ها کلندر یا هم تقویم ناروتو که لود نمیکنم بدیم چیه لود نمیکنم. اینجا هم که آکاتسوکی آواتارشه، اینجا هم بنرشه که 10 روز کافیه وارد بازی بشید تا بهتون رایگان بده. و بچه‌ها از آکاتسوکی یک ست امتیاز اصلی انیمه هستن برای فریفا خودش گفته اصلیه. امروز من وارد بازی شدم ست ایفاچی که این اصلا هم کنیم. خب بچه ها الان ست ایتاچی اومده و یک اسپین رایگان و 5 در کل 11 تا اسپین رایگان میتونید بزنید براش که امین الان میزنم. و بچه ها قبلش یه بررسی ریز بکنیم ایتاچی. بچه ها ست خیلی گادی داره و یه دنس تبدیل داره که خیلی گاده، یعنی به نظر من کل ایتاچی تو همین دنس تبدیلش خلاصه میشه و این لباس بله دیگه بچه مشاهده میکنید خیلی گوده از نظر من. مثلا بقیه چیزاشو به کنار، فقط لباسشو بچسبید. خب بچه ها این اومده وارد بازی شد که 5 تا اسپین رایگان میتونید با کارت بزنیم که من همین الان میزنم. الان چه اسپین رایگانش چقدر سطمن گردیم، خیلی خوبه اسپینش، خیلی خوبه بچه ها. چی داد بچه من بقیهشو 5 تایی میزنم، خیلی گردنش خوشگله و یه توکن بهم میده، یعنی یه توکن دید از این کارتان دوباره بهم داد، انفور طبیعت و این جلد سرخوری. خب 6 تا کارت داریم، یه دونه 5 تایی دیگه. من بذار اول کارت جمع دریافت کنم. 5 تای بعدی که باز یه دونه کارت داد با 2 تا دونه باکس که بچه ها پشما باکس موی مستری رو باز. اگه من شانس ندارم بچه ها کلن بچه از اینجا بعدش تخفیف داره، یعنی این اسپینا که فکر کنم به خاطر فقط یه اسپینش بهتون تخفیف میده. و بله دیگه نه بچه تمام جوایدش هم بخوام بررسی کنم، یکیش ست خود ایتاچی که واقعا شانس تو باید زیاد باشه بهتون بده و آپشن های خیلی خوبی هم داره. وقتی راه برید از پشتتون کلاغ و اینا میاد، وقتی که ناک کنید
آماتراساش فعاله و کلاغ هم وقت لوت کنید و اینم که دیگه دنس چنجرش دادم. خیلی گاده این دنس هم داره که بیشتر رو برادرش انجام میداد این حرکت رو بعدش هم ساسوکی تو ایونت اولی اومده بود و آره بچه از این قسمت 10 تا کارت کلا اگه این ماموریت ها رو تکمیل کنید 10 تا کارت برای هر گردونه میتونید رایگان بزنید که ایتاچی اولیه بعدش پین، یعنی به ترتیب گردونا اینجا مشخصه. این هم بناروارتا اوروچیمارا و ستش هم رایگان میده تا یه آخری برسیم که ست خیلی بدک نیست، یه خورده لاغر هست ولی خب بازم یه گوشتی نیست مثل اونا و در کل 6 تا ست توی آبیت اومده که اوروچیمارا رایگان است. ایتاچی هم که الان وارد بازی شده. ست بعدی میناتوه که جمعه احتمال زیاد وارد بازی میشه توی آفر فکر کنم و بعدی ست پینم که این ست ایتاچیه ولی خب این لباسش پاره شده و یه چیز جذابیه به نظر من. اینم کلاهشه و بقیه چیزا شبیه ایتاچیه. ست مادارا ست بعد از پینه که فکر کنم 10 روز بعد از پین بیاد که به نظر من یکی از گادترین ستاییه که تو فری تو بازی آورده ولی خب بچه‌ها دقت کنید ایتاچی ستش اپیک کلوفتا و ست اوبیتو که آخرین ستی وارد بازی میشه حدود 20 روز دیگه که یه لباس و یک شلوار این کله داره و با 4 تا از اینا این دنس خوشگل میشه و بله بچه‌ها این دنس مثل دنس تکنیک احضار چپتر 1 بود ولی خب این مال چپتر 2 و بچه ها 10 روز دیگه میشه جمعه آینده فکر کنم نمیدونم فکر کنم جمعه آینده یا 5 شنبه آینده اینو بهتون میده که یه کله جالبیه به نظر من اگه مثلا بتونید با ست صورتی قرمز ترکیبش و بچه ها این بود از توضیحات این ویدیو و یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم در قسمت پرایم یه تاپاپ اومده که وقتی شما با یک اسکواد 4 نفره یا 5 نفر ببخشید 5 نفر میارید و کافی فقط هر کدومتون 100 تا جم بزنید تا تمام اینا رو بگیرید. مثلا اگه 3 نفر تکمیل کنید نفری 100 تا بزنید این کلاه هوکاگه رو میگیرید که واقعا ارزش داره و بچه‌ها مثلا 100 جم میزنید همه رفیقاتون همه تون هم 300 تا میبرید و خیلی خوبه. آره دیگه اینجا کریتو میزنید و بعد از کریت حالا من نمیخوام بسازم ولی خب و بچه این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای ویدیو دیگه درخواستاتون حتما تو کامنت ها بنویسید از آموزش نصب فیفا روی پی سی که من رو پی سی میکنم رو پی سی هم از آموزش نصب فیفا روی پی سی نصب یعنی اجرای گیم تو دوران فیلتری و اینا و هر کدوم کامنت بیشتری خورد حتما آموزششو میذارم و ست میناتو هم که قرار تو آفر بیادم اگه تعداد لایک های ویدیو به 10 تا رسید حتما میگیرمش. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.